امروز مثلا اکثر شکایت از آن میکنن که هنگام به خواستگاری رفتن بخصوص در ناحیه‌های دوردست یا که ناحیه‌های گرد و اطراف شهر خانواده دخترشون رو در دهه به شوهر نمیدهند و به همین سبب خواستگارها رو رد میکنن. خب عاقبت چی پیامد میتونه داشته باشد در بخت و خوشبختی همین دختر؟ ببین همیشه مردم مادیات رو فکر میکنن. خانه خواستگار میان میگن همین بچت بسیار بچه خوب است، پسر خوب است و لیکن در دهات همین دختری من نمیرود. همین مصیبت. چرا؟ چون حیات مادی رو به نوبت گرفتن و شخصیت رو کنار گذاشتن. پیامبر صلی الله علیه و آله در این سمت بسیار واضح و آشکار گفته است. در حدیث آمده است که به خانه شما کسی خواستگاری آمد که شخصیت متدین است و اخلاق نکو دارد، شما راضی نشدید، محل به نوبت گرفتید و مثلا پول مال نگاه کردید و شرایط زندگی نگاه کردید، فتنه و فساد در روی زمین می شود، پهناور می شود. این تهدید است، این هشدار است. همین کسی که از شهر اختیار میکنیم، از کجا میدونه سعادت در دهات است یا در شهر است؟ مثلا شخصیتی که مثلا خوشتیپ و خوش سلیقه اختیار میکنیم، مثلا که پول دارد و ماشین دارد، این به همین مست است. بعضی ها خب بعد از ببین با یک آثار منفی بگذار در قصر زندگی کند، با یک آثار منفی از در دخترت اگر درآید قیامتش خواهیم شد. آثار منفی زنا را در نظر دارم. در خسکپایی که زن بخندد هزارها بار بهتر و خوبتر افضلتر است از اینکه در قصری که زن بگرید. برای این اندیشه بسیار اندیشه نادرست است که ما در دهات نمیدیم. ببینید که آدم از دهات نشونما مییابد. اگر کسی را اختیار کرده که اخلاق نکو ندارد پشیمان میشوی. عاقبتش چی است؟ پاشخوری است. چون نمیتواند فرزند را خوشبخت کند. اما کسی که از دهات است که هراس داره که به دهات نمیرود، خب کی میدونه که یه عمر در دهات است و گشته شهر میآید. اما شخصیت مهم است. دل خواهر بپرس که یعنی همسر تو هر ماه 5 کیلو طلا برات میخرد، در قصر زندگی میکنی، همه نوش و نعمت‌های فراوان در پیشت آماده است، اما شوهر تو اخلاق منفی دارد، با کسای در ناخنک وفادار است، با تو زهر مار است. این میگه از همه خیر احسان نوش و نعمتش من گذاشتم. نه تنها نفرانی مثلا پدر و مادرانی که در شهر هستن دخترانشون به دهات نمیدن، خود نفرانی هستن در دهات زندگی میکنن دخترانشون باز در دهات شوهر نمیدن. آیات قرآن به شکل واضح میگویند که شاید شما چیزی را دوست ببری برای شما بد باشد، شاید چیزی را بد ببینی برای تو خوب باشد. تو دهات را بد ببینی شاید برای تو خوب باشه، نه کسی دیگر جز پروردگار نمیداند. اما چقدر خواهرها به سبب اینکه من در دهات ازدواج نمیکنم همین خیلی بخششون تیره باقی مانده است. بله. 1 2 3 و 4 و 10 را رد میکنن. خب دیگر عمر گذشت، کسی دیگر برای این تق در این را به قصد خواستگاری تق نمیکند. اینجا تنها معلومات نیست، فقط هوشدار و احتیاط است که مثلا شهر و دهات اختیار کردن در کار نیست و طبق تعلیمات عرفانی شخصیت اختیار کن که باعث افتخارت باشه. کم نیستن خواهرایی که در دهات زندگی کردن شاهانه زندگی میکنن و کم نیستن خواهرایی که از دهات آمدن در شهر زندگی میکنن شاهانه زندگی میکنن. چرا؟ چون این شاهانه ها به میان آمده است. چون شخصیت سبب میشود که دست کم سر خمر را نمیبینه. شخصیتی که دروغگو نیست، شخصیتی که وعدهش رو خلاف نمیکند، عهد و پیمانش رو نمیشکند، تحقیر و معلومات کسی نمیکند، به بدی کسی کار نمیگیرد، طعنه و معلومات نمیکند، خودش نانآور خانه‌اش است، برای همسر و فرزند سرسپرده جانفیدا است. آیا همین شخصیت داماد باشد خوب است یا کسی که اصلا یگام ارزش‌های اخلاقی انسانی ندارد؟ کدامش خوب است؟ و این ارزش‌های اخلاقی و انسانی و اولیوی آیا در دهات است و در شهر؟ این کسی نمیداند. اما اشاره همین است که شخصیت متدین و اخلاقدار با ادب این کسی است که با این میتونه افتخار کنی، گرچند مال و ملک شرایط خوب ندارد.